دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پنجشنبه بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و جمعه بسیار خوبی رو هم داشته باشید. امشب می‌خوام یه ماشین بسیار دوست داشتنی، یکی از هیولاهای صنعت خودرو، پورشه 911 اسپایلر رو براتون روشن بکنم. یک ماشین 887 اصل بخاری، یکی از رقیب‌های اصلی بوگاتی. قبل از اینکه ماشین رو من روشن بکنم تشکر می‌کنم از صفحه ورد پرایم و همینطور دنده 5 که از ما حمایت تبلیغاتی می‌کنن و تک تک شما دوستان سویچ داخل این قسمت قرار میدید، میچرخونید، این دایره رو اینجا روشن میشه. طراحی داخلش هم که فوق العاده بی‌نظیره. سیستم صوتی برمستر هم داره. این ماشین برای سایز من طراحی نشده، ولی خب توی نمایشگاه 5,250,000 درهم قیمتشه. 2.6 ثانیه طول میکشه تا سرعتش از 0